میدونستی تو انیمیشن هازبین حاضر شخصیت ولنتینو در 1970 مرده و اهل اسپانیا بوده؟ ولنتینو یک اسم ایتالیایی به معنی شجاع یا قوی برگرفته از ولنتاینه. ولنتینو جزو ویا هستش، اون ارباب شهوت در بین بقیه اربابان هست که صاحب یک استودیو پورن و چندین کلاب شبانه هستش که از طریق این کلاب‌ها شایعه دیگر خریده تا براش کار کنه و باهاشون معامله میکنه. ولنتینو یک شخصیت روانپریعی، سادیستی، عصبی، خشن، کنترلگر، خودشیفته داره. اون درسته که با کارمندای خودش رابطه داره ولی درگیر یک رابطه عاشقانه و بکس هستش و لحاظ قدرت، اون قدرت بدنی بالا، کاریزماتیک بودن، پرواز، کار و اسلحه و استعداد هنری رو داره. اما قدرت اصلی ولنتینو به عنوان یک ارباب در واقع دود سیگارش هستش، چون اون یک پروانه نره که این دود در واقع هورمون‌های جنسیه که باعث تحریک شدن گیجی، سرخوشی میشه. یه قابلیت تغییر فیزیکی از دود به جامد داره. ولنتینو هم یه حیوان خونگی داره. I got a bad feeling about you. Boom, ba, loom, ba, I don't know, dude. I got a bad